تو این ویدیو میخوام راجع به یوتیوبری حرف بزنیم که کلا میخواد از یوتیوبرهای بزرگ مثل ممنتو بالا بره. قبلا هم که فیلم سوپر میاپلیز رو پخش میکرده. بله تو هواداری یا کی؟ تو دشمنی بی‌ناموسی؟ خب ببین اسم این یوتیوبر سالاره که من نمیدونم چرا اسمشو سالار انتخاب کرده، چون سالار بیشتر اسم یه چیز دیگه است. دادم مشکل داری بی‌ناموس، ما داریم زحمت میکشیم، تو نمیدونی چه بلایی. طبق گفته ممنتو این داشتمون سالار کسی بوده که 3-4 سال پیش داشته فیلم سوپر میاپلیز میفروخته، اونم نه فیلم واقعی، فیلم فیک. بعد که دیده دیگه نون و روغنی تو این کار نیست، گفته که خب وایسا شغلمو عوض کنم، بعد اومده یوتیوبر شده. حالا چی شده که درگیری بین سالار و ممنتو ایجاد شده؟ ماجرا از این قراره که سالار میاد یه ویدیو میذاره بیاید که ممنتو داره پول ادیتور میخوره، پول نویسنده میخوره و غیره. اما حرفایی که سالار میزنه هیچ کدوم قابل اثبات نیست. یعنی یه نفر رو میاره که اصلا معلوم نیست ادیتور، نویسنده ممنتو کیه، شاید هم دوست خودش باشه. خلاصه کسی که سالار توی ویدیو میاره میگه که آره ممنتو ازم کار کشید ولی بهم پول نداد و فلان و فلان، که ممنتو عکسی توی چنل تلگرامش میذاره که ثابت میکنه این طرف اصلا فوش داده بهشون، بعد کلا بی جنبه بوده اینا فلان و فلان. خب الان من این همه موضوع گفتم که به چی برسم؟ شماره یکی اینه که هر چیزی رو باور نکنید. یعنی الان یه عده با این ویدیو سالار ریخته بودن تو کامنت های ممنتو، داشتن میگفتن که آره تو دزدی و فلان و فلان و خیلی زود باور تشریف داشتن این عده. شماره دو این که همه جریان از این کسمغز پلش شروع شد که خیلی ازش بدم میاد. یعنی یه کسمغز پلشتی اومده نشسته داره ویدیو میگیره، بعد دیگه خلاصه مردم هم جبران کردن دیگه، توی کامنت ها خوب ریدن بهش. شماره سه اینه که از حق نباید بگذاریم. سالار ویدیوهای خوبم داشته، مثلا یه ویدیو گذاشته وایس لو رفته پوتک درباره فرشاد سایلن که خیلی حق این ویدیوش، واقعا خیلی خوبه. من خودم خیلی خوشم اومد از این ویدیوش. حالا اگه میخواید برید ببینیدش دیگه. خب دیگه اینجا آخر ویدیو و اینم بگم که یه چیز خیلی خوب، از اونجایی که من کامنت های ویدیوم خیلی کمه و فلان و بیزاره، یه شارژ 10 تومانی گوره کشی میکنم بین کامنت ها. یعنی بذارید دیگه کامنت بذارید که شانس احتمال برنده شدن خیلی بالاست. شاید مثلا کلا 10 نفر کامنت بذارن احتمال برنده شدن داری، پس بذار یه شارژ 10 تومانی میدم.